باد میمونه، بلندت میکنه، میبرتت بالا، پرتت میکنه یه جایی که فکرشم نمیکنه. زورت بهش نمیرسه. نمیدونه که اگه قرار بشه با آبروی من بازی کنه پای زنش وسطه. آبروت حامد. میگی چیکار کنم؟ همون جوری که آبروی اشریا رفته منتها رفته. زن باشن رضایت نمیخوام. حواست باشه که نوید اونقدر همین نیست که بتونی بهش اعتماد کنی. نوید اومد پیشم یه حرفایی زد. تو باور نکردی این مزخرفاتو درباره من و نوید؟ من بابامو خیلی دوست دارم. نفهمیدی کار کی بود؟ مگه تو منو نمیشناسی؟ دیگه نه. بالاخره میرسه اون روزی که حامد با گردن کج میاد جلوی پای من میشینه واسه رضایت. من فکر میکنم من و تو خیلی شبیه به همین